دوستای عزیز، مبحث امروزی را با این سوال آغاز میکنیم که زمانی ما بخوایم یک المنت را از طرف چپ به طرف راست و یا هم از طرف راست به طرف چپ بیاریم به چه حالت امکان پذیر است. پروپرتی داریم به نام فلوت که دو حالت را میگیره یا دو ولیو را میگیره، یک لفت یک رایت. خب بای دیفالت برای فعلا LTR هست، یعنی لفت رایت هست و به همین حالت بای دیفالتش هست و میخوایم به طرف راست ببرم، فلوت رایت میگه. مجرد که ذخیره بکنم چیکار میشه؟ دی به ما به طرف چپ به طرف راست. ولی اگر ما بیایم قسمت بادی خود را دایرکشن داریم، پروپرتی به نام دایرکشن داریم. دایرکشن جهت کلن بادی را، اگر متن یا محتوا فارسی بود خب طبعا RTL هست، اگر انگلیسی بود LTR هست. خب من میخوایم که فارسی باشه RTL بزنم. مجرد RTL بزنم چه اینجا فلوت رایت باشه یا همچین نن باشه هر دوش مساوی به یکی. ولی من میخوایم حال از طرف راست به طرف چپ بیایم، چیکار میکنم؟ میگه فلوت لفت. مجرد فلوت لفت رو بگیرم دوباره از طرف راست میره به طرف چپ. و یک پروپرتی دیگر هم داریم به شکل به نام اپسیتی. بعض اوقات میشه که شما نیاز به این دارین که یک المنت خود را شفافیتش را کم بکنید. ما پروپرتی داریم به نام اپسیتی و قیمت از 0 تا 1 میگه. به طور مثال اگه 1 باشه بای دیفالتش 1 است که اصلا تغییر نمیده. اگه 0.5 باشه چی میشه؟ و حالت نصف میشه. اگه 0.1 باشه به این حالت میشه. از این طریق ما شما میتونیم کاپیسیتی هایش رو اعمال بکنیم. چه بیاییم از اینجا 0.1 بتیم و یا هم اصلا 0 نگذاریم، هر دوش به 1 کنیم. پس اشاریه 1 استفاده میکنم. اگه 1.5 کنم به این حالت شد.